من 3 بار کانال یوتیوبمو نابود کردم چون داشتم یه اشتباه احمقانه رو بارها تکرار میکردم که میدونم 99% یوتیوبرهای جدیدم دارن عین همون اشتباه منو تکرار میکنن. اگه تازه شروع کردی این ویدیو رو تا ثانیه آخر ببین. سلام دوستای خوبم که اینقدر با انرژی و با استعدادید. اگه الان داری این ویدیو رو میبینی یعنی یا تازه کانال زدی یا چند ماه داری زور میزنی و هنوز حدود 500 الی 1000 سابسکرایب و نمیدونی چرا رشد نمیکنی. منم دقیقاً مشکل تو رو داشتم. اونم نه یه بار، نه 2 بار، 3 بار کانالمو با دست خودم آتیش زدم. فکر میکنی چطوری؟ 3 بار تو ماه اول همه چیزو برای فامیل دوستام تعریف میکردم و هر ویدئویی که میساختم واسه شون میفرستادم. امروز میخوام بهت نشون بدم که چرا این کار بدترین روش ممکنه و چطور من داخل کانال 4 با روشی که میخوام به هدیات بدم تونستم داخل زمان کوتاهی به بالای 10,000 سابسکرایب برسم بدون اینکه حتی یه لینک برای یک نفر فرستاده باشم. اولین کانالم سال 99 بود. به کانال گیمینگ بود. ویدیو اولمو که آپلود کردم رفتم داخل یه گروه فامیلی که داشتیم، یه گروه 300 نفر، نوشتم من یوتیوبر شدم، حمایتم کنید دیگه. 24 ساعت بعد ویدیو 280 تا بازدید گرفت. خیلی هیجان زده بودم، خوشحال، گفتم وای دارم میتره کنم. ولی یه هفته بعد ویدیوهای بعدی شد 30 تا 40 تا بازدید. دومین کانالم آموزشی و برنامه‌نویسی بود، پایتون. سومین کانالم انگیزشی بود، ولی همیشه همون آش بود و همون کاسه. تا یه روز داخل محل کارم با یه یوتیوبر خارجی خیلی بنام که واسه یه کاری اومده بود آشنا شدم. کانالمو بهش نشون دادم، بهش گفتم چرا کانالم رشد نمیکنه؟ محتوام که خوبه، خودم میدونستم محتوای خوبیه. ولی بعد از چند تا سوالی که ازم پرسید، اون فقط یه جمله گفت که هنوز داخل گوشمه. تو از زمانی که کانالت رو استارت میزنی با دستای خودت الگوریتم یوتیوب رو مسموم میکنی. پرسیدم ازش چرا، یعنی چی؟ گفت الگوریتم یوتیوب مثل یه بچه خیلی باهوشه که داره یاد میگیره تو کی هستی و طرفدارات کیان. این بچه 4 تا مرحله یادگیری داره. مرحله اول 48 ساعت اولیه، به این میگن تست اولیه. یوتیوب ویدئوی تو رو میاد به چند صد نفر کاملا رندوم نشون میده، میخواد ببینه اصلا کسی روش کلیک میکنه یا نه. به این میگن نرخ کلیک یا همون CTR. اگه 100 نفر 10 نفر روش کلیک کنن یعنی CTR تو 10% و این آمار خیلی عالی. مرحله دوم که داخل هفته اول و دوم بعد از آپلود ویدیوت اتفاق میفته، میره سراغ آدم‌هایی که فکر میکنه یکم به موضوع علاقه‌مندن. اینجا مهمه چند درصد ویدیو رو تا آخر میبینن. به این میگن نرخ نگهداری مخاطب یا ریتنشن. مثلا ویدیو 10 دقیقه است و میانگین میان 6 دقیقه ویدیو تو میبینن، میشه 60% دیگه که آمار خیلی بالا. مرحله سوم که هفته سوم و چهارم اتفاق میفته، اینجا جادو در حال رخ دادنه. یوتیوب دقیقاً میفهمه طرفدارای واقعی تو کیان و فقط به همون آدما میره ویدیو تو نشون میده و چون مخاطب هدف تو هستن ویدیو تو منفجر میکنه. مرحله 4 رشد خودکار. داخل این مرحله دیگه ویدیوهای قدیمیت هم شروع میکنن بازدید گرفتن، به شرط اینکه نیچ باشی. نیچ یعنی تمرکز کنی روی یک موضوع خاص برای یک جامعه مخاطب مشخص، یعنی از هر دری ویدیو نذاشته باشی. منظورم اگه آشپزیه فقط در مورد همون ویدیو گذاشته باشی. حالا مشکل دقیقاً کجاست؟ وقتی تو لینک رو برای دوستا و فامیلات میفرستی داری به الگوریتم دروغ میگی، چون این آدما از روی محبت یا کنجکاوی رو ویدیوت کلیک میکنن، نرخ کلیک رو بالا میبرن، اونم به صورت مصنوعی 20-30 ثانیه رو نگاه میکنن و میرن پی کارشون. نرخ نگهداری میشه زیر 10% که فاجعه است. سابسکرایب هم نمیکنن، کامنت واقعی هم در مورد موضوع برات نمیذارن. الگوریتم فکر میکنه آها این ویدیو کلیک زیاد میخوره ولی هیچ کس دوستش نداره. یعنی چی؟ یعنی محتواش بده. بعد دیگه هیچ وقت به آدم‌های واقعی ویدیوتو نشون نمیده. من هنوزم گاهی میشم با اون کانالای سوخته نگاه میکنم. ساعت‌ها زحمت، کلی پول و هزینه، کلی عشق، همش نابود شد فقط چون نمیدونستم این یک قانون واقعی آهنیه. تا الگوریتم خودش تو رو پیدا نکنه تو دنبال مخاطب نرو هی زیر پستا بنویس حمایت. وقتی جمله رو زیر پستای خودم یا بقیه میبینم دلم میخواد شماره طرفو داشته باشم، بهش زنگ بزنم بگم چه اشتباه مرگباری رو داری مرتکب میشی. اما قانون طلایی من
برای شما. قشنگ گوش کن، حتی اگر میتونی یادداشت برداری کن. 10 تا ویدیو اول رو بساز و به هیچ کس حرفی نزن، حتی عشقت، حتی مامانت، حتی بابات. فقط روی تامنیل و عنوان کار کن که بتونی نرخ کلیک رو بالای 10% برسونی. صبر کن تا ویدیوها شروع کنن به حداقل 500 یا 1000 بازدید کاملا واقعی گرفتن. فقط وقتی به بقیه بگو که حداقل 3 تا ویدیو نرخ نگهداری مخاطب یا ریتنشن بالای 50% شده. ریتنشن شد چی؟ یعنی اگر ویدیو 10 دقیقه است حداقل بالای 5 دقیقه شو دیده باشن. استثناء هم داره. اگر واقعا یکی از دوستات جزء مخاطب هدفته، مثال دارم میزنم، موضوع فیتنسه و دوستت هم بدنساز حرفه‌ایه، فقط برای اون بفرست. ولی اگر بیشتر دوستات مخاطب هدفت نیستن، لطفاً خودتو نگه دار، دستتو کنترل کن و دکمه شیر رو نزن. این بار دیگه درست انجامش بده. به عنوان پیشنهاد، اگه الانی که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز زیر 20 تا ویدیو داری، دیر نیست، سریع برو هر چی لینک قبلا فرستادی این طرف و اون طرف رو پاک کن. از امروز قول بده به خودت، من دیگه به هیچ کس نمیگم تا وقتی الگوریتم خودش منو پیدا کنه. و لایک کن اگه این اشتباه رو میکردی و این آموزش قرار جلوی نابودی کانال تو بگیره. اما سابسکرایب کن که بتونیم باز همون پیدا کنیم. قول میدم فقط با همین تکنیک ساده میتره کنی. دلم میخواد اینو هم بدونی. هر زمان دلم میگیره از این جامعه عجیب و غریبی که برامون ساختن، میام کامنت های پر انرژی شما رو میخونم. احساس خوشبختی عمیقی رو با تمام وجود درک میکنم و با تمام انرژی دلم میخواد بتونم چیزهایی که بلدمو در اختیارتون بذارم. دوستای خوب من، موفق باشید.